سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این قسمت یه پست گذاشتم، گفتم که اگه این پست مثلا یه لایک بگیره میرم یه ست قارنوردی. الا خب دیدم واقعا دیگه وقت نمیشه. خب میدونم واقعا خیلی چیزم، ولی خب ولی امروز اومدم که این چرا اینجوری شد؟ یه لحظه. خب ببین نهایت من چه گشته دلشته. صاف کردن ما جان. خب داشتم میگفتم امروز بذارید اینم بکارم. یه دونه داشتم. ها این دستم نیستش آخه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ برو دیگه. وا چی شد؟ عمو چیه اینجا نمیاد؟ اسمش چیه؟ بله شکلات رو میخوام من بکارم. خیلی منطقی ها، واقعا منطقی است. بعدش تازه فول آرمور آهنی هم شدیم. بارکالله. خواستم امروز یه ست برم چیز، واقعا نشد. خیلی خدای سخته. خواهم یه ذره بهنم چیکار. سلام عمویی، خداحافظ. به تو کن. اسبمون. اسمش بچه ها میگم اسم شخصیت خودمونم یه چیزی بذاریم. من فعلا میگم نمیدونم واقعا چی بذارم. شب داریم شه. یعنی من اومدم یه کاری بکنم شب شد. آب آختیم. حالا آب بینایت دویو شد. خب شب شد، بریم بخوابیم. شویم ور اینو ببند بزن. خوابیدیم. یه ریسپاین پانسرت بزن. چی؟ ریسپاین پانسرت. درست. یه لحظه فکرم دیگه اصلا هیچی بخور انگلیسی من بلد نیستم. ای خدا. اسم این اسممونم چی بذاریم خدایی؟ اسم خودمونم میگم بذاریم. صدا بده. صدا نکبت. صدا. های چه باحاله. آخه جون برو اونور. یوا گم شد دیگه. نه توی بپری. ای دهنت. آخ جون جان. آخ ببخشید. فیلین سیل. جون جون. آخه من چرا انقدر خوش شدم. دلست بی پایین. بایستا لحظه بایستا. بی با موشو پایین. نریا. داره کنده میشه. یا برفت. دل کمر درد نیم. میده جان. نه یا ابوالفضل ندا. انشالله سال بعد برمیگردیم دوستان. خسته نباش. خول شده. نه واقعا کنده میشه. دارا دست هیچ آقا نمیخوام. دهن ما رو صاف کردن. ای بابا بریم یه پیککس دایمندی بسازیم. صاف کردم آره ها.
یعنی دهن اینو بله بله بذار ماهی الان میام مخلمت آخه شوگر کین بکاری احساس که کار احمقانه اینقدر نزدیک چیزمون ولی خب دیدم بیا بریم دوی شوگر که چقدر شوگر که به فیز بردیم نایس قارو آجی یه لحظه بینور بنشین بر لب جوب و گذره قاره میخوره دایموند داشته باشم نداری؟ عجیزم نداری؟ حیف سلام صف کن عزیزم یه کم احساس یه ذره ببخشید غلط کردم ببخشید میگم میخوام امروز چی بود؟ میخوام امروز یه خونه بسازم من با چه امکاناتی خودم نمیدونم ولی خب بله میخوام خانه بسازم از این خانه نکبتی بیایم برو خب اینم چیزی داریم بشه خونه ساخت یا نه خیلی ها یعنی انقدر که داریم ما دیگه نمیدونم چی کار کنم واقعا ای خدا ما خونه نمیتونیم بسازیم الان ما چی کار کنیم جان گم شد غلام اسمش بذاریم گلام ها چه درخت کوشو بلندی چقدر بلند خدایی گم بزنین تو کار زندگیم بند خدا درخت مشکل ما درخت است تبر داریم یه ذره چوب چیز کنیم بکنیم حالا من چجور برم بالا خوب احمق چه خفن گم شو دیگه گم شو اینجا آها حالا بکن به چوب it is a wood wow interesting خیلی انگلیسیم خداه بله بنده 1000 دوره کلاس انگلیسی بله خودم معلم هستم بله خیلی زیادی دیگه یه سید به ما بده یه دونه من طلا رو نگیرم ولت نمیکنم آیرونیه دیگه ایده مزخرفه ولی خدایی خوبه اسلام اینا ایده بسی آها بشینم دمش نمیخورم اینا خیلی همچین دارم هیجان زده ام که این واقعا نمیشه رو اسلاب چیزی گذاشت شوخی نکن اینها این چیه با هش میکن صاف بزنم زیر گوشت خب واه دل پوست خود نمی کنم واه ارچ تبریک نرم بکنیم داشته باشیم من ندارم میشتم
اوف شد. یا ابوالفضل جان چقدر شلن اینا. حالا جالبه ولی خونه سازی شاید به درد بخوره. تا خیلی شلم هست مشکل. ای 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 نکبت. آخ خب نکن دیگه. درو خدا نکن. این کارو من نگه. بس کن. خب من تصمیم گرفتم میخوام پورتال ندر رو سعی میکنم درست کنم که حالا همچین میگم که انگار میخوام همین الان درست کنم. همین الان درست میکنم. میریم ندر انشنت دیبری انشنت دبرا چی بود؟ ندرایت میداد اسمش چی بود؟ من بگید نمیدونم. من اسمشو بلد نیستم. به منم بگوید باشه. آخ 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 رفت تو پاچمون. آخ اینم بکن. ای صاف بزنم. بریم یه ده. ای بابا لگو بدونم. ماشالله به لگ. چند تا میشه؟ میشه یه خونه یه حاجی. یه ایده خیلی سم دارم. خیلی سما. زقه سب کن. غلام عزیز رو اینجا دیدم. اینجاست. من بریم اینجا بسازیم. تو دیوار میان. چی میان؟ چی گفتی اسمش؟ حاجی چیز خوبیه. این برادرمون غارت کردیم دیگه ایشالله. بنده خدا هیچی نداره. من بریم. اینم یه کجا حالا مسئله اینه. دو ای دست دلم تنگ کزین راه ستم دانتو یار غریبم برو بالا بالا. خب رفته این به سمت و سوی بد موبیل همکنون آهو. احساس میکنم دیوانه شدم. یه بلای سرم اومده. بله بریم دلا. چوبش کو همش برگ بود که این همش کیک بود که. چه زندگی نکبتی ما داریم. کیک ولی خدا چیز بزرگ درختی یا ابوالفضل. تخت آوردم دیگه. تخت بذار دیگه دهن تو. What the hell. یعنی کدوم احمق اینجوری به خودش آسیب میزنه؟ تو جز من. هیچکی. قول میدم. چند دقیقه شد؟ الان همین به زور آهن شدیم. فول آیرون شدیم. من میخوام همین رو به فنا بدم. باری کلا به من. اوجی اینا چیز میده. تناب میده. تناب. آخ جون. در پوست خود نمیگوید. این ویلیجرهای احمق. خود دهنتو صاف کنم. گم شو برو. احمق. What the؟ آهان ترید بود. یه لحظه فکر کردم چوب. حالا بذار بریم بنده خدا یه بار رحم کن. حالا که تا الان من رحم شدیم.
غلام غلام جان برادر غلام خود دوست غلام غلام برادر حاج آقا غلام احمق شد رفتی اونجا با همین تبر بکنم تو حلقت بلیم آخه برو دیگه دورا تو نامسه در دل افو شدم آخه هوای سرد آمده سرد هوا چقدر من خالی شدم برفتش دین دری دی دین دی دین دی عوارض درشدار برویم به کوه و دشت و صحرا حافظا مرد نکونا نمیره بنده حافظ شاعر قرن معاصر حافظ شیرازی ولی من اون شیرازیه من شیرازیم فرق میکنه چی فکر کردی من با چی بکنم خبر دارم من بدبخت فلک زده خبر دارم چیز مزخرفیه همچون میگم مزخرفه انگاه خودم دارم 10 تا ازش و میگم مزخرفه خیلی من کم دارم اوجی چه درختی بود خدای فکر کنم یه استک شد یه خاک زیر شکنه خب نمیدونم چقدر شد خوبه میگم شنم بیارم قشنگ یه ایده خدای خوبه بشه خیلی خفن میشه خونه بنده خدا ویلیجرم چیز خاصی هم توش نبوده قبول دارید؟ ای فعلا گرن نزن تو خونه بنده خدا نه گم بزن نظرم عوض شد اگر دیدید نه من میدی اینا چیه اسمشون چیه تراموتا چی تراکوتا بود میدونم فقط میدونم یه چیزی هست از اینا میتونیم باش پوشن درست کنیم همچی میگن پوشن آقا من احمق یه دونه در اینجا بنده خدا غارت میشه ایلاس بنده درخت چقدر درخت یه اینجا جبران شد درخت پربار بود اصلا سپلینگ هم میداد هلو میداد که نمیده سپلینگ قشنگ بکاریم سرشب چی نه اینجا نه اینجا خونمه نه اینجا این نه اینجا بزن دیگه اینجا نمیشه که اینجوری چه جالب نرید رو مزرعه فقیرانه من گوسفند عزیز برادر الان میام درود میکنم فکر نه میام نجاتت نه ببخشید بله دیگه ببخشید دیگه حواسم نه الان میام نجاتت نه این خونه رو حالا درو نمیکنیم انشالله پله‌شو درو میکنیم تبر میخوام اینم پیککس میخوام از اینا دارم چرا اینجا رو نگم کنی دارم
ندارم. ندارم چیکار کنم دیگه. من ورشکست گوشتم آخه خوشحالم خوشحال میخوام درست کنم. الان سپلینگش حال ندارم ای خدا. میگم شما را دیگه من خدا الان بیاد خونه شده سکته که چی خب دست تو خانیم اینو بذار جای اینو بخور الان آخه. خب چقدر زود شب میشه بابا. یارو شب نشد دیگه. بذار یارم دل تنگه های یارم دل من تنگ دلم گشته دیوانه دارم دیوونه میشم خول میشم بازم دوباره دل خیلی صدام خرابه میدونم. اصلا ناراحت نباشید از خودم خوشم نمیاد. خودم کر میشم. هولا اسبو وا خوبی هلو اسم اسبمونو میذاریم هلو. قشنگ شد. خوشمان آمد هلو میذارم اسم بنده خدا رو. اگه دروش نکردین نکن. بالاخره دیگه شب شوبه چقدر زود خراب شد. از حق نگذاریم داره خونه ویلیجر بنده خدا رو به فنا میدیم. الان به جای خراب کردن خونه میتونستم برم خونه رو بسازم. واسه این جلوشو اینجا که تخت نیست. اون یارم که اینجا نمیاد بخوابه که 100%. مگه خوله؟ خب خوله دیگه. ویلیجر احمق تر موجودات بشریتن. حتی تو مانکرافت که یعنی من دیدم خیلی از این نظر ماینکرافت پلی میدن. یعنی بنده خدا 100-200 داره مثلا با این ویلیجر را ور میره که بهش مندینگ بدن. بده دیگه ازت نکن دیگه. خدای روما خدای بهتر از این هست. واه میتونم اینا رو اسلپ کنم کلی. خدای همش فکر چه نباید نظر عقلم داشته باشم بد نیست ولی خب بد. حسلم صرف بریم. دوباره دست من پشت. ای خدا. تخت نیاوردم با خودم که نه خدا رو شکر آوردم. بخوام دیگه نکبت. اینم از بیل اینو بذار اینجا لام از سبا. خب یه زیر زمینم در آینده های دور احتمال در ببین این سعی میکنم این پارت با پارت بعد حتی بزنید باشه مواد مصالح نداریم ما. باشه سر جاش بیا بالا دیگه نکبت. اینجا گنکاری درست کن. من مصالح ندارم و همینجور دارم گند میزنم به همه چی. خب اصلا نمیدونم چجوری ارتفاعش 10 باشه دیگه. خب اینجا ستون همینه. بذار چیشه
چی بود؟ اوک پلنگ شه 2 3 استک حاجی 3 استک ایول حاجی ارتفاع از اینجا 10 بعد بشه 54 خب اینم سب بعد بشه چند ریاضیم خیلی خوبه میدونم 54 بوده بعد بشه 44 خب حاجی احساس کنم جای بدی انتخاب کردم خب این ورم 10 تا نه سب کن چرا گذاشتی خب احمق یکم برو پایین خاک تو سرت میکنن 1 اینجا بشمار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نه تا یه ذره این ور اونور شد دیگه آهن حاجی آهن دمت گرم حاجی دهنت نه بذار جای اینم بذار جای این خب اینو بذار اینجا ببین حاجی جیزس کرایست حاجی آهنه معدن آهن پیدا کردیم آهه معدن که نیست خب بله چقدر عالی ولکن اینو قرار همه اینا خالی شه حالا میخوام چند خدا صاف کنم خودم 1 2 3 نه 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خدا یه دونه اضافه زدم بریم بالا حالا کی حال داره اینا رو بکنه وای کی حال داره اینا رو
ماشاءالله. ایده مزخرفتر نبود؟ چه نه مزخرفتر که بدتر میشد که. چند تا بشمار یه لامصب. 1 2 3 4 5 6 7 به میلیون رسیدی. چند بود؟ 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 راست.